پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم یکی از اصحاب همچون به عنوان امین، امانت نگهدار فریاد کرد، دعوت کرد نزد خودش. بعضی از منافقهایی که در بین مسلمان ها ایمان آورده بودند اما ایمانداریش و یعنی پنهان میکردن و در اصل اونها مؤمن نبودن، منافق بودن، اما اونها چون ظاهرا مسلمان و مؤمن نشان میدادن، جناب پیغمبر یکی از اهل اصحاب گفتن که اینها را نام نویش کن، نام اینها را نوشته کن تا اینکه در تو امانت بمانه، غیر از تو یگان کسی دیگر باید اینها را ندونه که کیها هستند. این شخصیت میگه اون منافقهای دوری یعنی پیغمبر بزرگوار را نام نویش کرد. پیغمبر بزرگوار یک به یک گفت، اون نام نویش کرد. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه از این خبردار شد، بارها میگه این صحابه را التماس کرد که همون دفتری که نام منافق ها نوشته است همون برای من نشان بده. این شخصیت گفت که این سیری جناب پیغمبر است، من برای شما نشان نمیدم. مجبور کرد، زاره کرد، التماس کرد، قبول نکرد. قصه کوتاه، جناب پیغمبر وفات کرد. حضرت ابوبکر صدیق وفات کرد. زمان خلافت حضرت عمر شد. حضرت عمر میگه شخصیت نزدش دعوت کرد، گفت ای فلانی، گفت تو از جناب پیغمبر یک علم میدانی که اون علم منافقهای دورش هست، اگر گفت ایرا برای من یعنی که نگویی، برای من قائل نشوی، من در قیامت در نزد خداوند میخیزم از تو شکایت میکنم که تو یک علم پیغمبر را پنهان کردی، یک علم را کتمان کردی. جناب پیغمبر تا هر کسی که یک علم بدانه و او علم بپوشانه به خلق خدا نرسانه، این شخصیت خداوند در روز قیامت در دهانش از آتش دوزخ یک لجام میزنه و به سوی دوزخ میکشانه میبرش. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه میگه این شخصیت قپیدن، گفتن گفت تو اگر اون دفتر منافق ها را برای من نشان ندهی، من در قیامت در نزد خداوند بالای تو دعوا میکنم. این شخصیت دیگر علاج نیافت، میگه اون دفتر را آورد در نزد حضرت عمر کشاد. حضرت میگه یک به یک نام اونها را، یعنی خودش تنها بود، در نزد مردم نه، یک به یک میخواند. وقت تمامی منافق ها را نام ها تمام شد، میگه حضرت یک آهی سر کشید و گریان شد، گفت من میترسیدم که جناب پیغمبر نام من در قطار منافقان نوشته باشه. مقصد من برای این نبود که من بدانم که منافق ها کی هستند، مقصدم این بود که مبادا جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم نام من در قطار منافقان نوشته باشه. یعنی حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چقدر خدا ترسی داشت، چقدر خدا ترسیش زیاد بود. حضرت میگفت یا لیت عمر لم تلد عمر، ای کاش که ای مادر عمر تولد نمی کردی. ماذا تقول لربک غدا یا عمر، فردا در نزد پروردگار بخیزی ای عمر چی جواب میگویی؟ پروردگار وقتی تو را بپرسه که ای عمر آیا تو بندگی کردی نکردی، اطاعت کردی نکردی، عبادت کردی نکردی، در زمان خلافتت یعنی خلافت حقیقت چه پیش بردی نبردی، ای عمر تو در نزد خداوند چی جواب میگویی؟ یعنی حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چقدر تقوا و خدا ترسیش زیاد بود. حضرت عمر شخصیتی بود که بار اهل اصحاب نزدش آمدن، گفتن یا امیر المؤمنین، عبدالله پسر شما یکی از انسانهای بسواد است، یکی از شخصیتهای ذهنی خوب داره، فهمیش خوب داره، شما اجازت بده که عبدالله پسرتون در یکی از شهرها همچون پادشاه اسلام بگذاریم، همچون امیر المؤمنین سردار مسلمان ها بگذاریم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه راضی نشدند، گفتن که در نزد خداوند، در محضر خداوند از خانواده عمر یک شخصیت بخیزه پرسیده شود بسنده هست. گفت من نمیخوام که در قیامت در کنار من خداوند فرزند بیاره چخ کنه بگه ای عمر همراهی فرزند آیا عدالت کرده یا نکرده. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بسیار شخصیت یعنی عادل بودن، خدا ترس بودن، تقواشون از حد زیاد بود. و اون حدیثی که پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم گفتیم 10 شخصیت بشارتی به جنت داد، دویم نفرش این حضرت عمر بود. و عمر فی الجنه، گفتن جناب پیغمبر، گفتن عمر در جنت است، عمر جنتی هست، عمر اهل جنت است. یعنی که جناب پیغمبر بشارتی به جنت دادن براش.